بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البروج مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و قسم است به آسمان، ذات البروجی که صاحب چی از برج هاست. همین میگن 12 برج داره که حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله، این میگه برج های آسمان است. و یوم الموعود و قسم است به آن روزی که موعود وعده کرده شده هست، یعنی روز قیامت. و شاهد و قسم است به شاهد، یعنی کسانی که شهادت میدهند. بالای انسان الله شهادت میده، شاهد انسان ملائکه هست، شاهد انسان درخت و سنگ و چوبی که در اطراف دو است، شاهد انسان زمین است، شاهد انسان اعضای بدن انسان هست. و شاهد و قسم است به شاهدها. و مشهود و قسم است به مشهود. شاهد اسم فاعل است، مشهود اسم مفعول، یعنی شهادت داده می شود. او چی هست؟ یعنی بعضی ها میگن که قیامت است و بعضی ها میگن که روز عرفه هست. پس الله متعال قسم یاد میکنه با تمام از اینا. قتل اصحاب الاخدود، که هلاک کرده شدن. کی؟ اصحاب اخدود هلاک شدن، صاحبان خندق. یک خندق از آتش بود، یک چقوری کلان کنده بودن. اخدود چی هست؟ تفسیر قرآن بر قرآن چی میگه؟ النار ذات الوقود. اخدود چی هست؟ النار آتش است که ذات الوقود، صاحب بسیار چی می باشه؟ هیزم، چوب. زیاد چوب در بین ازی انداخته بودن برای در دادن مؤمنا. اذ هم هنگامی که بودن امی کافرا علیها، بالای امی آتش در چهار اطرافش قعود و نشسته بودن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و ایشان علی ما یفعلون بر آنچه که انجام میدادن بالمؤمنین بر مؤمنان شهود، شاهد و گواه بودن. چرا اینا ای کار میکردن؟ مؤمنین قتل میرساندن یا در میدادن، میسوختاندن. و ما نقوا منهم، و انتقام نگرفتن از ایشان، الا مگر ان یؤمنوا بالله، که مؤمنین ایمان به الله داشتن. چون اینا ایمان به الله داشتن، اللهی که العزیز غالب است، الحمید دارای حمد است، از این خاطر او اللهی که الذی له ملک السماوات، او خالقی که مالکیت آسمان ها و زمین بدوش از او هست و مالک متصرف آسمان و زمین است. والله علی کل شیء شهید، الله بر هر چیز آگاه است. از این مسلمان ها یک درس میگیره که الله با وجود از این که مالک آسمان ها و زمین است، متصرف است، لکن بنده های خود چی میکنه؟ امتحان میکنه. یکی از امتحاناتی است که بعضی اوقات کافرها غلبه پیدا میکنن و مسلمان ها را به شهادت میرسانن، بمبارد میکنن، میزنن، میکشن، در میتن، اخدود برش جور میکنن. لکن الله متعال میگه که والله علی کل شیء شهید، بر هر چیز الله چی است؟ گواه هست. و این اعمال از اینا را میبینه و کلش محاسبه میکنه. ان الذين یقینا کسانی که فتنوا المؤمنین، در فتنه و در عذاب انداختن مؤمنین، مردای مؤمن را، و المؤمنات و زنای مؤمنه، مردا را هم در آتش انداختن، زنها را هم انداختن، ثم لم یتوبوا، باز اینا توبه نکردن، فلهم الله متعال برشان میگه که باز بر از اینا هست عذاب جهنم، عذاب دوزخ است، و لهم عذاب الحریق، عذاب بسیار سوزاننده هست. یا اگر یک مسلمان در آتش پرتن و مسلمان 10 دقیقه بعد روحش قبض میشه، ولو آتش بسیار تیز باشه 10 دقیقه بعد میمره خلاص. اما تو رو بگو که اگر در آتش افتادی وضعیت چی میشه؟ ان الذين امنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن، لهم جنات، برشان جناتی است که تجری من تحت الانهار، که جاری می باشه از زیر از اون نهرها، جویها. ذلک الفوز الکبیر، اینی هست کامیابی بزرگ. ان بطش ربک لشدید. اون مسلمان ها به غلبه کافران متاثر نشوین. ان بطش، یقینا که گرفتن ربک، پروردگارت، لشدید، الله فرصت میده، تو را امتحان میکنه، او را یک وقت میده و کافره. لکن انتقام و گرفتن الله، بطش الله با سخت است. انه هو یبدئ و یعید، الله هست که از اول پیدا میکنه و یعید، دوباره اعاده میکنه. و هو الغفور الودود، الله بخشاینده هست، الودود بسیار محبت کننده و ود کننده هست. ذوالعرش، الله صاحب عرش المجید، گرامی قدر است. فعال، بسیار انجام دهنده هست الله، لما یرید، به آنچه که اراده میکنه. هل اتاک حدیث الجنود، آیا آمده بر تو حدیث جنود، لشکرها فرعون و ثمود،
لشکر فرعون، لشکر ثمود، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکه کسانی که کافر شدن اونا همیشه در تکذیب می باشن. والله، لکن اینم آگاه باشین که الله من ورائهم محیط، در عقب از اینا چی است؟ احاطه کننده هست. هر قدر کنات طغیان سرکشی کنن، الله متعال یک دفعه میگیریشانه. بل هو قرآن مجید، بلکه این کتابی که شما تلاوت میکنین قرآن مجید است، بسیار با قدر و با عظمت است. فی لوح محفوظ، اصل از قرآن در لوح محفوظ نوشته شده.